بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و بخشاینده مهربان. غمی دین خور که غمی دین است، همه غمها فروتر از این است. غمی دنیا مخور که بیهوده است، هیچ کس در جهان نیاسوده است. عطار رحمت الله علیه خدا در این بیت زیرین انشاءالله میارد که باید ما و شما غمی دین بیشتر خوریم انشاءالله، چون که غمی دین است. این همه غم ها فروتر میگذرد میرود. غمی دنیا بیهوده است عزیزان من، سبب که در دنیا یگان کس جاوید موندگی نیست. آخر عاقبت میگه شاعر، آخر این زندگانی مردن است، آبروی نزد مولا بردن است. آخر همه زندگی ها البته مردن است. به یک آبرو، به یک انشاءالله مرتبه، به یک درجه نزد الله رفتن همه ما و شما را انشاءالله الله نصیب بگرداند. امروز موضوع ما که در اسلام 70 منهیات بود، بعضی ها شما در موضوع گذشته گفته بودیم، امروز با انشاءالله دوامش میتیم. یکی انشاءالله خدا من کردگاش به یک بهانه ها، یعنی نماز الله انشاءالله ترک کردن، این گناه کبیره است عزیزان من. اکثری ما شما امروز کار غنیمت میدونیم، دنیا را پول غنیمت میدونیم، مال غنیمت میدونیم، عبادت الله نمیاریم. کدام انشاءالله کاری که میکنین اگر فرمان الله تأخیر کنین و کار حرام میشد عزیزان من. شما آگاه باشین. اولا انشاءالله فرمان الله میستد. اولا انشاءالله خدا خود نمازها را برپا دارین. سعادتمندترین انسان رسولتان همون انسان است که کاری آخرت از دنیا پیش میدارد. ما نمیگیم که شما کار نکنین، کار کنین، یا که وقتی نماز شد البته نیم ساعت خدا خواهد بیشتر حرکت کنین، طاعت کنین، عبادت کنین، انشاءالله فرمان الله کنین. الله سبحانه و تعالی با همون کارتونم برکات میدهد. الله سبحانه خودش یاردم میکند، با واسطه انشاءالله فرشته کار شما را سبک میکند. در کار تو، در عمر تو، در همه، حتی سعادتمند در دنیا هم میشین و در آخرت هم میشین. الا اگر فرمان خدا را نکنین، روز قیامت با عذابای سخت‌ترین انشاءالله گرفتار میشین. یگان بهانه نکنین. نماز عبادت خدا نه یگان، نه بیماری شما، نه پولداری شما، نه کمبغلی شما، نه انشاءالله خدا خواهد دیگر کاری که شما پیشکش میکنی، این هیچ انشاءالله منع کننده عبادت الهی نیست عزیزان. چون که الله ما و شما را در قرآن میگه که ما انسان ها را نآفریدیم مگرم برای انشاءالله عبادت ما جن ها را نآفریدیم. خدا میگه مگرم برای عبادتی ما، برای عبادت اومدیم. عبادت فرمان خدا را کنیم، انشاءالله سعادت خدا خواهد دو دنیا نمیرسیم. یکی دیگری منهیاتی الله سبحانه و تعالی، این پول مالش به زکات رسد و زکات نیاد عزیزان من. زکات دادنشان فرض الهی است عزیزان من. همین کم بغل ها، بیچاره ها را برای ما شما الله سبحانه و تعالی میراث خور کردگی است. حتی که شما 85 گرم تلان ده پول و مال تو به زکات رسد و اگر زکاتون نتین، الله سبحانه و تعالی همه عمل هاتون حبطه میکند. پول و مالتون خدا در کفیلش نمیگیرد. خواهی که خدا خواهد پولهای شما مثل بانک های دنیا در بانک های الهی انشاءالله خدا خواهد گم نشده. خدا خواهد الله سبحانه و تعالی یعنی در حمایش گیرد. البته زکات های مالات نتین انشاءالله خدا خواهد. این هیچ رالی بلند بازی نمی کند انشاءالله خدا خواهد. لیکن الله سبحانه و تعالی در یک سال یک بار است. الله سبحانه و تعالی تا سال دیگر البته در پول تو، در مال تو شما را از هر گونه بیماری ها، از هر گونه آفت ها، از هر گونه بلاها الله سبحانه و تعالی انشاءالله نگهبان میشه. چون که خداوند یعنی زکات هم فرض کردگی است. باید که زکات انشاءالله چکا کنین ادا کردن حرک. الا الله سبحانه و تعالی در دنیا هم و در آخرت هم شما را انشاءالله به عذاب انشاءالله مقرر میگردوند. سیم انشاءالله خدا خواهد یعنی کسانی که به انشاءالله عذر روزه ماه شریف رمضان نگیرد. عزیزان من، روزه گرفتن هم فرض است. یکی منهیات الهی به عذر انشاءالله خدا خواهد. عذر باشد هیچ باکی ندارد.
عضو از سبب مثال بیماری میشن، من کسلای خان یا که کسلایی که زیاده میشه وقتی که طبیبان برایش توصیه میگه، یا که زنی که حامله دار است، یا که یا که شیر یعنی بچه مکن شیر میدادگی شیر خواره دارد، یا که شیخای فانی است که کلان سالایی که بر جا مونده هستن، البته یا که مسافرها هستن، اینا خدا خواهد عذر است، اینا گناه نیست، لیکن بی عذر میتونی قدرت داری انشاءالله خدا خواهد، میدانی که فرض الهی از فرمان خداوند در 1 سال ما و شما را خدا خواهد به گشنگی میسنجد. اگر این خدا خواهد دانسته ترکنی، البته الله این منکرگی است، پس انشاءالله خدا خواهد به عذاب خداوند انشاءالله منتظر میشه، به عذاب الله سبحانه و تعالی گرفتار میشه. عزیز من یکی دیگرش انشاءالله خدا خواهد پول و مال دارد و حج نرود، اینم انشاءالله خدا خواهد که حرام است. عزیزان من کرده الهی است. وقتی که شما خدا خواهد 85 گرم طلا شما نصاب زکات میشه در اسلام، شما بای میشه انشاءالله. بای که حساب شده در گردن شما خانه کعبه را زیارت کردنش انشاءالله فرض میشود. برای مسلمانان انشاءالله جای استراحت از دبی نم، از امریکا نم، از فرانسیان دم انشاءالله برای سیر و گشت کردن. سیر و گشت ما و شما خدا خواهد مکه مکرمه است، سیر و گشت ما و شما زیارت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. وقتی که قادر میشین و اگر انشاءالله نکنین شما نزد الله عاصی میشین، نزد الله گناهگار میشین انشاءالله. خدا شما حرکت کنین انشاءالله. این حج هم انشاءالله با اونه من توی میکرگی هستم، حالی من جوان هستم، من فلان هستم، دیگر هستم، این چیزا هیچی مانع انشاءالله حج نمیشود. البته هر یک چیز انشاءالله الله کفیل شگفتگی است. اولا بری انشاءالله در جوانی خانه الله زیارت که بکی، مبادا عمر تو با آخر میرسد، مبادا به دارای پیری میرسی نمیرسی، اینا بجز الله سبحانه و تعالی کسی نمیدوند. این هم یک فرض است. زیارت در عمرش انشاءالله 1 مراتب زیارت کردن خانه کعبه فرض است. عزیزان من از این دور نشین انشاءالله. خدا خواهد زودتر تیزتر حرکت کرده انشاءالله در جوانی، در وقتهای خدا خواهد انشاءالله کچ و قوت رفته خانه الله. الا اگر شما نکنین شما نزد الله گناهگار، گناهی کبیر است. به یکی دیگرش انشاءالله یعنی عاق شدن از پدر و مادر است. یکی گناهی کبیره منحیات انشاءالله اسلام از پدر و مادر عاق شدن الله سبحانه و تعالی گناهش نمیگذرد. عاق شدن چی است؟ پدر و مادر را ناراضی کردن است. عزیزان من کسی که پدر و مادرش ناراضی میکند، دعای و را نمیگیرد، خدمتشون نمیکند، حتی که در واجبات اسلام 12 واجب داره دیگهش بچه خدمت کردن با پدر و مادرش انشاءالله محترم جماعت واجب است. گناهگار میشین، سرکشی نکنین انشاءالله. خدا خواهد شما نه با زبان حق داره آزارتین، نه با دست، نه یعنی مالی، نه جانی میتونین انشاءالله پدر و مادر آزارتین، که پدر و مادر برای شما خدمتی بیکم و کوس بجا آوردگیان. از انشاءالله خدا خواهد رحم مادر تا انشاءالله پدر مادر حیات است، فقط عمرش به فرزند خزون می شود. فقط فرزند بچم تا عمرش خزون می شود. نه که حال امروز بچه ها چی است انشاءالله. خودت بچه انشاءالله داری امروز، برای بچه جان تمیتی، پدرم همچنان بود انشاءالله. خدا خواهد اگر پدر مادرت ناراضی کنی عزیزان من، پخته ها را از گوش تو گیرین. پدر مادر ناراضی باشد نمازت قبول نیست، خیرت قبول نیست، حجت قبول نیست، همه عمل هایی که میکنی انشاءالله خدا خواهد خداوند نه در عمرت برکت میتید، نه در رزق، نه در خاندان، نه در مالت. هر گونه آفت ها را منتظر شدنگی، چون که آهی پدر میگه جهان را میسوزد. چون که خداوند در قرآن عظیم میشه بعد عبادتش سیز بالله قضا و ربکم الله تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. خدا میگه هیچ کس عبادت نکنه، فقط من عبادت کنه، بعد از عبادتی من با پدر و مادر نیکویی کنی. این فرمان الهی است. عزیزانی من شما جوانیاتون نسوزین. جوانم تو امروز زیدی پدرت خدا خواهد داد نگو، زیدی پدرت نبرا، روزی میشه ختم پدر میشه انشاءالله، البته از بچیکات میکشی. برای همین از این منحیات ها همه انشاءالله خدا خواهد
دور شویم. همه انشاءالله این فرمانه الله برای بجا آوردن الله سبحانه و کوچ و قوتی است. الله همیشه ما شما را برای صراط المستقیم، برای حق هدایت نماید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.